چه عکسای بزرگی برامون آوردی. خیلی درشته، باید کوچیک بشه حداقل 20%. همونطور که گفتی طبیعی عمل می‌کنی، پشتش رو صاف می‌کنی، 20% کوچیک میشه، یک کوچولو خیلی کم نوکش میاد بالا. سالتونه؟ 26. خیلی خیالت راحت باشه. دست میخوام بینیم طبیعی باشه و بینی قرصدار نمیخوام. میخوام فقط حالت پوزش برداشته بشه و بینیم صاف بشه و اینکه جمع بشه یه خورده از همین که هست کوچیک‌تر باشه. 2 ماه از عمل بینیم میگذره و واقعا خیلی راضیم. واقعا خیلی عالی شده. خیلی بدون برم و خوبه. مشکل تنفس؟ نه به هیچ وجه. دکتر بهم گفته بودن درصد رضایتتون 80 هست، ولی خب واقعا میتونم با اطمینان میگم 100%. خیلی مبارکتون باشه. ممنون از کادر حرفه‌ای و خوب و با اخلاقه.